اوکی، درود به همگی. خیلی خیلی خوش آمدید دوباره با یه بازی دیگه خدمتتونیم و این سری اومدیم برای در واقع چی تحویل گیری، یعنی ساختمون الان آماده است. حالا میخوایم شروع کنیم به در واقع بهره برداری، یعنی بهره بردار میخواد بیاد استفاده کنه. باز تاکید میکنم کلمه بهره بردار، مالک، سازنده، پیمونکار، اینا همشون نقشای متفاوتی دارن. من گرمه سریع الزامات رو بگم، لطفا سوالات رو بذارید وقتی رفتیم پایین که چیز نشه. ببینید تو فضای کجا هستیم؟ به اینجا میگن موتورخونه آسانسور. چندین نکته نظارتی داره و چندین آیین‌نامه. قطع به یقین دوباره رو نقشه، باز تاکید میکنم رو نقشه. ولی یه سری مواقع اتفاقی میفته که ما دیگه رو نقشه نیستیم، تغییرات داره. وقتی تغییرات داره مجبوریم از دانش محاسباتی و فنی خودمون استفاده کنیم. حالا تابلو آسانسور یه چند تا بسیار نکته مهم داره که متاسفانه شرکت‌های آسانسوری هم 101 اجراش نمی‌کنن. ما هستیم که باید نگاه کنیم. صرفا اون برگه‌ای که تاییدیه آسانسوره ملاک در واقع کار نیستش. خب حالا چه چیزی مهمه؟ اول که تابلو، هر تابلوی باید چی داشته باشه؟ ایزولاتور. چون کلید RCB اینها ندارن، پس یه ایزولاتور مجزا روشه که هست. خب حالا چراغ سیگنالش و پریزی که وجود داره اینا همشون انجام میدن، یعنی روش پریز هست، اما مداربندی این مهمه. ببینید تو بحث اول با روشنایی شروع میکنم. روی الزامات مبحث 15 هم باید حتما کلیدها لیبل بخورن. الان اگر نگاه کنید، دوربینم بگیری نگاه کن، در واقع لیبل خوردن. یک کلیدی داریم روشنایی چاهه، یک کلیدی داریم برای روشنایی موتورخونه است و یه FLC هم اینجا وجود داره که در واقع چی هستش؟ برای روشنایی کابینه. خب این سه تا چراغه باید روی یک مدار روشنایی باشه با تایپ در واقع B. یعنی چی؟ یعنی من اگر اینو میزنم پایین دیگه نباید هیچ کدوم از اینها رو روشن ببینم. خب که معمولا متاسفانه این رو خیلی بد جابجا میکنن. حالا فعلا روشن کنیم. برق بسله؟ آره اگه زحمت بکشیم برقشو بزنیم ممنون. پس الان چی هستش؟ الان در واقع الان برق داره. حالا الان این تایپی که داره تایپ 2 تا تایپ B گذاشته، یه تایپ C. فعلا تایپش درسته. خب حالا باید ببینیم که این 2 و 3 و 4 مرتبط با چیه، که معمولا اینجا می‌نویسه. نگاه 2 رو نوشته موتورخونه، 3 رو نوشته FLC یعنی همون چراغ کابینه و روشنایی در واقع چی؟ چاهک. حالا بریم مثلا ما اینا رو چک بکنیم، به این فایده ای نداره. الان نگاه کن موتورخونه رو که خاموش و روشن می‌کنم. این اولین تست دستی که باید انجام بدیم که باید کار بکنه. بعدیش روشنایی چاهه، یعنی حالا اینجا دیگه باید از اینجا بگیره. خب از اینجا هم مشخصه، نگاه کن از اینجا مشخصه، از اون ور نگاه خاموش روشن. می‌بینی چراغش داره چی میشه؟ الان خاموشه؟ روشن. الان روشنه. خیلی خوب روشن میذارم تا بریم پایین. از اینجا پیدا. اما FLC از اینجا دیگه پیدا نیست. چراغ در واقع کابینه، تو خود کابینه است. او هیچ. حالا حفاظتش میخوام ببینم الان مداری که بسته شده روی اون حفاظت هم داره یا نداره. خب میام چیکار میکنم؟ میام اون تایپی که مرتبطشه رو قطع میکنم. نگاه الان زدم پایین، این بیه همچنان روشنه، پس چه بغلیش باشه. خب الان اینو بزنیم، نگاه کن، این الان اولین خطا. میبینی؟ پس روی تایپ مناسبش هنوز چراغ داره کار میکنه. همون اینجا باید موتورخونه هم باید روشنایی هم بره. این اولین خطا. بنویسین حالا که دیگه بتونی خودت هم استفاده کنی. حالا 100% یا روی اینه بسته شده یا رو کلید اصلیه. الان نگاه من اینو میزنم، ببین رو تایپ C خاموش شد. بله و این غلطه. خب این از این. حالا بعد یه چیز دیگه هم همیشه تابلوهاتون هم رو برق حفاظت اصلیشو ایزولاتورتون هم چک بکنید. یعنی این دوتا باید چیکار کنن؟ کل مدار رو باید خاموش بکنه دیگه، هم پریزش هم برق خود اصلیش همه چی. خب یعنی چی؟ یعنی الان من اینو میزنم، ببین الان همه چی قطع شد و خب درسته. بعد این هم همینطور. بعد به شما عرض شود که اما برسیم در واقع به چی؟ به این ترمینال هایی که داره، یعنی سیم کشیش و اینا هم نگاه کنید که باید یه شینه نوترال داشته باشه و یه دونه چی؟ شینه ارت. بعضیا ارت رو با هم دیگه میان چیکار میکنن؟ وصل میکنن به هم که درست نیست. این حالا حداقل خوبه که چه شینه داره. دیگه سطح مقطع روشنایی ها باید 1.5 باشه، سطح مقطع پریزش باید 2.5 باشه. اما برسیم به پریز. دستگاه بده. آره. خب حالا پریزش. پریز جدا برای نمیخواد. نه این همین روحانی هست که فایل میکنه. نگاه کن این دستگاه VT35 که 100 بار گفتم اصلا شما یه دونه پیچ گوشتی هم نیازی نیست.
ولی خیلی خوبه کار را بندازه در همین حدی که ما الان بخوایم این رو تست بکنیم چیز به درد بخوریه. خب حالا این پریزه چیه؟ اول باید برقدار باشه، یعنی من که میزنم باید اینو برق بیاد داخلش. نگاه کن اینو وصلش کردیم. آره وصله. خب الان تایپ سیش وصله. الان اینم که من میزنم نگاه کن این چیه؟ روشن شد. خب حالا بعد فالتش رو بخونیم که چون یه دونشه این الان نگاه کن یکم اتصال سوس داره. ببینید من دستمو میزنم اون چراغه هی خاموش و روشن میشه. به خاطر ارت است یا به خاطر حالا نو بودن در واقع ترمینالا هست ولی چکش کنید. نگاه ولی چکش کنید که درست بسته شده باشه. حالا آیا باید ببینیم الان مشکل قبلی توش وجود داره یا نه که درست داره کار میکنه پریزه رو قطع میکنه یا طرف مثل روشنایی جابجا بسته. الان نگاه کن این روشنه، ارتش کمی مشکل داره، حالا بیا که باید اصلاحش کنه. میبینی هنوز روشن نیست. خب ارت قطعه. حالا من الان اینو میزنم نگاه کن روشنه. ببین دومی خطا. الان همچنان چیه؟ روشنه. حالا باید ببینیم گفتم اینها رو متاسفانه جابجا میبندن. اصلا اکتفا نکنید، مخصوصا توی شرکت‌های آسانسوری ها متاسفانه خیلی پس و پیش کار میکنن. نگاه کن الان این چیه؟ الان روشنه. با اینکه تو تابلو رو بگیر ببین ستاش پایینه. پس این از کجا گرفته؟ از کجا؟ برق اصلی. احسن. یعنی الان از زیر تابلو گرفته. یعنی از برق اصلی این پریزه. نباید اینطوری باشه. باید پریزش روی یه حفاظت مجزا باشه. خب الان نگاه کن حالا من اینو میبندم ببین قطع شد. تابلو اصلی رو بستم. خب اینم دومین چیز. یه مداربندی بعد اینا رو اصلاحش بکنه. دیگه نکته‌ای که از اینجا میمونه توی این قسمت همبندیشه. بذار اینا رو بزنم بالا. خب داریم. خب آره دیگه حالا اگه بریسیم اینجا دیگه آره بهتره. نه آره دقیقاً. که دیگه قشنگ ببین. نگاه کن ما یه شاسیشو داریم که این در واقع میشه بحث همبندی اضافهش. یکی هم در واقع چیه؟ خود اون موتوره رو داریم. موتوره که اون در واقع 5 تایی که میاد وصل میشه به ترمینالش. این شاسی کشی که در واقع الان انجام شده خود اون در فاز نول و ارتش که اومده به موتور وصله که هیچی. اما این بدنه در واقع اصلیش هم حداقل باید چند باشه؟ این سیمش که باید بزنه اگه با حفاظت مکانیکی داره که میشه چند؟ 4. اگه نه میاد 6 در واقع برای همبندی اضافهش. این الان با سیم 4 وصل کرده این اوکیه، مشکلی نداره. حالا این بعد به کجا بیاد؟ همینطوری میاد تو لوله در واقع فلکسیبل و از این توی این ترانکینگا دوباره میاد میخوره به کجا؟ شینه. میاد دقیقاً میخوره به این شینه، یعنی به اینجا وصل میشه و تمام. دیگه اگر هم ساختمون اعلام حریق داشته باشه که باید چیه؟ یه دونه دیتکتور اعلام حریق هم اینجا ببینیم که احتمالاً این ساختمونه نداره. و دیگه ارت این چراغ‌ها حتما باید اومده باشه، فارغ از اینی که اصلا چراغ‌های پلاستیکی بذاره یا چراغ‌های تونلی فلزی مهم نیست، ارتش باید حتما اومده باشه. مدار فرمانش هم یه طراحی به ما ارتباطی نداره، همون عمل کردشه که کار میکنه، همین که تابلوش باید باشه. دیگه نکته دیگه نداره. این کل چیزای